بدونه با خداش. میگو به گلش از کشتیشون با ناخداش. میرفت به جای دور به قلب شهر نور، یه جا که مردمش میدن به شاب و دون. برنده خسته بود، جفت چشاشو بسته بود، درونش بسته بود، قلبش هم شکسته بود. میترسید از عکسش توی آب، میلرزید در لحظه توی خواب. یه روزی بین راه تو جنگل سیاه شدش اسیر دام، به دست پادشاه کردنش تو حبس. با آب و دون مفت بستنش به حبس. اون با خودش میگفت پرنده بپر، این میله ها اسیرن. قفس که سهل مشت سنگ داغ سینت، خدات که پشتت پس خودخوری تو بس کن. گناه اینه که نموندی لای هر قوم. شبیه واقعی شبیه مردم، تکیه صد بود همینی در کل. شبیه واقعی شبیه مردم، تکیه صد بود همینی در کل. شبیه واقعی شبیه مردم، تکیه صد بود همینی در کل. شبیه واقعی شبیه تکیه صد بود همینی در کل. پرنده کلافه بود لم میداد به قلافمون، انگار که نداره چون غم میرفت تو تمام اون حسرتای پروازت تو مغزش گز کرد. آسمون در باز میگفت اسمش چند، جیغ زد داد کشید ناله کرد و آگ کشید. انگار نه انگار دنیا بود تو خواب بسیر، همش تو لگ بود که میاد این فردا. براشو میکن کش نیاد این دردا، لب به لب بود از آدم ها سر میزده به آهنا. دل رو داد به شب و دعاش، جدا شد از طبقاش. خدا که پهلوش بود نوازشش میکرد، فرشته مخلوق عبادتش میکرد. خلاصه جون کن تا میله ها رو پس زد، دوباره جون گرفت عین روز اول. ولی همیشه دیگه تلخ قصه آخره. پرنده عقاب شکار و کوه تامنه، پرنده شکار عقاب و کوه تامنه. Pričevanja ostarelega sukača plošč. Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partih. After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Yo, after party, man. RS, yo. Come on. Mladi reper z umetniškim imenom Nađi se je znašel v slovenski prestolnici, potem ko je s svojimi družbeno-kritičnimi pesmimi stopil na žulj politikom v rodnem Iranu in bil prisiljen bežati. V Ljubljani najraje počne, kar je počel že doma, repa in sklada nove komade, s katerimi še vedno navdušuje 100.000 iranskih fanov. Po nekaj mesečnem bivanju v Sloveniji je Nađi postal tudi prepoznavni obraz domače hip-hop scene, sodeluje z lokalnimi reperji in producenti ter vnaša svoj edinstveni glas. Potem, ko ga lahko vidite 12. novembra v soboto v Rogu v novem placu Second Home, se Nađi oglasil v torek 15. novembra okoli 10. zjutraj na afterpartiju Radia Študent.